درود تازه به همه شما بیننده های بسیار هم عزتمند و ارجمند تلویزیونی فرهنگی سفینه. نشر نوبتی برنامه زمزمه مهر از دوستان خوب و نازنین مهمان خاندان شما و مهمان محسن هنرمند فلکسرا هنرمند ممتاز عثمان حیدر که طول چند دقیقه ایشان را ما میزبانی میکنیم و خیر مقدم میخوانم شما را نیز اهل رامشگرا به خاطر آمدنتان. گمان میکنم که برای بیننده های عزیز ما ارمغان های تازه دارید و البته برنامه را با پیشنهاد ترانه هاتون با صحبت های گرم و نمکینتان رنگ و رب دیگر میبخشید. خیر مقدمتان میخواهم. امکان دارد که سلام و پیام خیش را به نزدیکان و پیوندان به هموطنان عزیز و مخصوصا به مخلصانتان از این منبر پر افتخار برسونید. مرحمت. آغاز سخن از سلام است، زیرا که سلام احترام است. من تمام مخلصانی که ما را حاضر تماشا دارند به همه آنها، به همه مردم تاجیکستان عزیزمان صحتی، سلامتی، تنجی، آرامی را تمنا دارم. همه وقت خوش خرسند باشند، زندگی خوب گذرانند، در این وطن آباد، در این فضای آزاد عمر به سر برند. شکرانه میکنیم که شکرانه یزدان پاک که چنین یک وطن زیبا برای ما هدیه کرده است. یک پیشوا، یک مرد بننگ با ناموس ملت حق تعالی برای ما هدیه کرده است که امروز همه ما خوش خرسند هستیم. وطن ما آباد است. از همه نعمت بهترین برای انسان این تنج آرامی است. شکر که ما تنج هستیم، آرام هستیم، سرود میخونیم، شعر میگوییم، در وطنمون خرسندی میکنیم. سلامت باشین. تشکر زیاد. اگر شروع برنامه را با پیشنهاد یک ترانه آغاز کنیم، عین مدواس بعدا صحبت میکنیم. شکرانه کنم به سنگ خاکی وطنم، شکرانه کنم به آب پاکی وطنم. صد شکری سلامتی هر غم وطنم. شکرانه کنم به تاجیکستان وطنم، شکرانه کنم به تاجیکستان وطنم. سیری وطنم دو روزه دورانی منم، خاکی وطنم سرمهی چشمانی منم، خاکی وطنم سرمهی چشمانی منم. پرسنجیان چی به وطن می نازی، گویم که وطن گوشه ایمانی منم، گویم که وطن گوشه ایمانی منم.
قدمم گلزی چمن میبویم در هر قدمم گلزی چمن میبویم در هر نفسم شکری وطن میگویم از شادی چکد قطره از گردیده من از شادی چکد قطره از گردیده من در هر سخنم شعر و سخن میگویم در وصف وطن شعر و سرود میگویم شکر نکنم بسم خاکی وطنم شکر نکنم به آبی پاکی وطنم صد شکری سلامتی به هر وطنم شکر نکنم به تاجیکستان وطنم شکر نکنم به تاجیکستان وطنم سپاسی به پایان برای همراهی کردن در نوبت سرودخوانی و خیلی سرود پرمضمون خیلی سرودی که واقعا در وصف وطن شکرانه به وطن. خب تصویر و البته تفسیر وطن از نظر عثمان حیدر چگونه باید باشد؟ همچنین یک هنرمند جوان، یعنی که به نظر شما آباد کردن وطن، شکر گذاشتن به این وطن از کجا منشأ میگیرد؟ وقتی که انسان از مادر به دنیا میآید، خداوند اون رو به زمین میافزاید. بله. کدام زمینی که باشد آن همونجا وطن است. به قدر زمین رسیدن در کار، به قدر خاک وطن رسیدن در کار. اگر انسان باشد، آدمگری داشته باشد، به قدر وطن میرسد. بله بله. اگر نداشته باشد، این خیلی انسان رو من انسان نمیشمارم، برای آنکه وطن یک بسیار جایگاهی بزرگ است. بسیار بزرگ است. خیلی بزرگ است که همتون ندارد. چند قدر که سخن گوییم، سرود گوییم، از چند قدر شاعر و حافظانی که سخنوران درباره وطن، چند قدر که درباره وطن مادر، همه قدر که گوییم کم است. بله. خب پس تصویری امین وطنداری، حمایه مردم وطن در ایجاد شما چگونه گنجایش دارد؟ یا تنها همین یک سرود سرایدید؟ نه، وطن وقتی که اینقدر باد و هوای خوب، اینقدر فضای خوب، این تنجی و آرامی، اگر تنج آرام نباشیم سرود هم نمیبراید. سرود میبراید که خیلی که ما همچون ما فلک سرا که هستیم، فلک هم شادی دارد هم غم. بله بله. در دوره قدیم اولیان مردم فقط فلک میخوندن، فقط غم داشتن. امروز باید شکرانه کنیم که فلک از شادی میسرایم. ما سرود غمگین هم اگر خونیم، باز هزارها بار شکرانه میکنیم که امروز تنج هستیم، آرام هستیم، چنین یک پیشوای بننگ بناموس داریم، وطن آباد داریم. آنان همینها فلک با شادی آورده شد. بله. هم غم دارد هم شادی. امروز هزار مرتبه شکر که ما سرود میخونیم، فلک را با خرسندی میخونیم، فلک را گوش میکنن. با دستگیری جناب عالی فلک با مردم با تمام دنیا پهن شد. این همه این تنجی و آرامی صاحب استقلال بدن ما است. بله. خب سپاس. وقتی که گام های نخستین رو به جاده هنر گذاشتید، به جاده صنعت، که خود گمان میکنم خیلی خوب درک کردید که یک میدانی است که مبارزه های زیاد را طلب میکند و البته از هنرمند تقاضا میکند که تلاش های پیوسته داشته باشد. خب خواستید که با تازه کاری به این میدان قدم گذارید؟ البته. با تازه ایجادی. البته هنرمند کسی باشد نباشد، نه اینکه هنرمند نه اینکه فقط سراینده، مثال مطرب، در کدام ساحه باشد فقط پاکیزه باشد. اساس برای آنکه دل نیت پاک داشتن در کار. هنر پاکیزگی را طلب میکند. 100% پاکیزگی را طلب میکند هنر. چون که اگر شخصا ما سراینده هستیم، اگر سراینده پاکیزه نباشد، اون غزل ها، اون مخمس ها، اون ربایی های بزرگ از کلاسیکان تا امروز شاعران معاصر هستند، اگر معنی آنها را ما درک نکنیم،
حسی ملی نداشته باشیم خوبش هم سنه نبرایم سرود نساریم خوبتر است. برای درست. خوب خواست عثمان حیدر که مثلا یک رویه خودش رو یعنی با تازه‌کاری روی کار بیارد در جوده صنعت، نه پیروی به دیگر و دیگر هنرمندان. بله بله. خب چگونه؟ شاعر بزرگ حضرت مولوی میگوید که شرف ذات با تقلید نشود حاصل، گاو و خر را نکند خوردن گندم آدم. بله. البته یک شخص امی هنر چیزی که باشد هنر رو هنرمندان بزرگ رو میبینیم، ما شاعران رو میبینیم، بسیار آرزو میکنیم که ما همه خیلی شیم. من هم در خوردی چند بار گفتم، باز میگم، خورد بودم در صنف 5 بودم، به نظرم 5 بودم 6 بودم، با استاد اساسی من استادم خدا رحمتی سنگمند شریفی توقی هم بودن، مرکا میرفت، بسیار با سواد بودن، اون کسا بسیار میشناسن خلق. سند رو آن کس در دلی ما جا کرد. بعد از مکتب میانه به کنسرواتوری ملی داخل شدم. در آنجا استاد صدلا کریمов بسیار خدمت های بی اندازه برای ما کردن. خوشبختی در آن است که من با بسیار استاد دولتمند خلوف، استاد سفر جمعخانov، فخرالدین ملیک، قریب همه استادا قطعی امروی استادا کار کردم، از اونها آموختم. لیکن هر یک شخص در حقیقت یک هنرمند رو دوست می‌دارد، از همانها می‌آموزد، بعد هنر رو روی هنر رو پیش می‌گیرد. من همه هنرمندای تاجیکستان رو دوست می‌دارم، همه‌شون. بسیارتر هنرمندانی که چخیلی که گفتیم پاکیزه هستند، در حقیقت هنرمند هستند، سیمای ملت هستند، من دوست می‌دارم. خب سپاس. دل بستن و ره جستن و تلاش کردن و زحمت کشیدن شبانه روز در جوده هنرمند انسان را، هنرمند را موفق می‌گرداند به نظر شما، یا که تنها همون یک کناره شیشتن و خلاص؟ هنر بسیار یک راه پرپیچ تاب دارد. چخیلی که گفتیم استاد سند، استاد بزرگ، در حقیقت بزرگ هست، بزرگ بود، بزرگ میماند. استاد آدینه هاشم بسیار اینقدر غزل ها، اینقدر مصرع هایی که در آنها در سر جا کرده بودند، برای مردم خواندن. مردم تا حاضره تا امروزه ما گوش میکنیم، استاد رو حلاوت میبریم. مهنت ها کردن استاد که به این روز رسیدن. چخیلی که استاد لایق میگوید گرچه من کو تا عمرم کو تا ایمان نیستم، گرچه من کو تا دستم کو تا ارمان نیستم، هرچی از دستی من آید نو تمامش بیشمرم، تازی خود ناراضیم از خود پشیمان نیستم. بله. پای من با سنگ کوب از خوردی عادت کرده است، گرزی سنگ راه ترسم از کوهستان نیستم. گرزی شهری من نآید بوی مهر اعتقاد، زاده دریا و کوه تاجیکستان نیستم. بعد اینجا من اولا بخشش میپرسم از این قدر شعری با درجه عالی، با درجه همه خیلی استاد برای مردم ما نوشتن که بسیار تاثیر خوب دارد. از من همچون الهام آمد گفتم که گرزی شهری لایق نآیدم بوی مهر اعتقاد، زاده دریا و کوه تاجیکستان نیستم. از انا همین است، پرپیچ تو است. انسان همین قدر مهنت میکنی ولی هم ناتمام است. بله. لیکن دلشکسته شدن در کار نیست، فقط مهنت کردن در کار. پاک و پاکیزه باشیم، مهنت کنید، ان شاء الله میشود. بله. خب جهانی سپاس. پس بیاید باز بیننده رو منتظر نمیگذاریم، یک ترانه دیگر پیشنهاد میکنیم، بعدا صحبت رو ادامه. من برای زن مادر است، اما را برای پیشکش بینندگان میگردانیم. بسیار سرود خوب است، چون که ما مادر چند قدر که خدمت کنیم برای زن، برای مادر کمی هم در کم است گرداندن نمیتوانیم. بله. با آن مادری که سزاوار نام مادری را دارد. بله. سلامت باشید. خب مادران عزیز، به عنوان بسیار هم ارجمند، این نوبت عثمان حیدر به خاطر آنه که تاب شما بالیده شود، از تماشای برنامه ما دل نکنید، یک سرود در موضوع زن مادر میسراید که خب یک جای استراحت میکنیم. خواهش میکنم. مرحمت. یک تاس با ما زمین، یک تاس ما، یک تاس با زندگانی خورشید ما.
ای ماه هست اگر یگانه بر چرخی فلکه مانندی وطن مماس ما در یک تا مانندی وطن مماس ما در یک تا زن خواهر است زن مادر است زن نازبوی شوهر است زن زیور است زن دلبر است زن آبروی شوهر است زن زیور است زن دلبر است زن آبروی شوهر است سرچشمه انسان زن است عالم درخشان از زن است سرچشمه انسان زن است عالم درخشان از زن است زن خواهر است زن مادر است زن نازبوی شوهر است زن زیور است زن دلبر است زن آبروی شوهر است زن مادری پیغمبر است هم رستم و اسکندر است زن مادری پیغمبر است هم رستم و اسکندر است زن جفتی مردی با وفا هم دایه و فرمانبر است زن خواهر است زن مادر است زن نازبوی شوهر است زن زیور است زن دلبر است زن آبروی شوهر است زن آبروی شوهر است زن آبروی شوهر است سپاس برای سراییدن ترانه و باور دارم که مادران عزیز ارجمند ما زنهای بسیار هم زیبای ما البته از شنیدن این ترانه خوششون آمد و احسن و آفرین هم خوانده ایستادند. خب ما نیز در قطار ایشان به شما سپاس میگویم به اهل رامشگران به خاطر اونه که همراهی دارید. خب و عثمان حیدر اینجا یک گروه از مخلصانتون در سامانه برنامه ما نوشتند که عثمان بیشتر با کی همکاری دارد در جاده صنعت و اینکه خود تنها میخواهد بتازد. چقدر که بزرگان گفتن به پیر مرو که در امانی هر چند سکندری زمانی در کدام هنرمنده که مخصوصا سراینده یگم انسان یگم سراینده از خودش را ساخته نمیتواند. بله. فقط بسیار چخیلی که شاعران اون شاعران که شعر می‌نویسند اونها بسیار میدونن بسیار شعر میدونن بسیار جهانبینی وسیع دارن. هنرمند سراینده هم خیلی است. استادای بزرگ گوش کردن در کار چی میخونن مطربای چهره‌دست رو دقت دادن در کار چی مینوازن. هنر بسیار نازکی دارد. یک دوتار خودش از همینجا تا همینجا همین نازکی دارد که این رو تو حاضر آموختن حاضر هم نه. این بسیار یک علم است آخه. بله. برای همین یعنی من باور گفتم میتونم که با چندی از شاعران و آهنگسازان همکاری دارید. البته من شادروان تقایم جانخان لطیفی بسیار شخصی با فرهنگ بودن صنعتکارم بودن بسیار معلم بودن درس میدادن ادبیات زبان ادبیات درس میدادن بسیار فهمی خوب داشتن بسیار دانشمند بودن بسیار یاردم میکردن مرا روزی که هم یک شعر رو انتخاب میکردم به نزدش میرفتم که
همین شعر رو تقوی بینید که چه خیال است. بعد با من میفهمند که اینجا این خیل معنی دارد، اینجا این خیل خواندن در کار. خودش هم شعر، همین شعری که من بسیاری شعرهای من از همون کس هستند. پس از سری مرگ تقاتون با کی همکاری کردید؟ با کدام هنرمندان؟ با کدام آهنگسازان؟ با استاد نورالله عارف، با استاد محزون، با استاد خیراندیش، از قبیل شاعران معاصر، از بسیارتر باز از کلاسیکان. از آنها بسیار از آنها بسیار آهنگ ایجاد میکنیم، میخوانیم، برای اون که تمام شعرهای و غزلهایی که بزرگان ما نوشتند برای تربیت کردن ما هستند که ما در راه راست ما را هدایت میکنن. اگر آنها رو ما نخوانیم، آنها را مطالعه نکنیم، مخصوصا سراینده که از کلاسیکان نه سراینده اگه معنی رو نفهمد، خوبش باز میگم که همین هنر رو پیش نبرد، بسانه نبراید. خوبش. خب سپاس. رقابت در میدان هنر برای عثمان چگونه است در حال حاضر؟ یعنی ببینید که هنرمندان ممتاز خیلی زیاد برآمده ایستادن روز به روز در میدان فلکسرایی، در میدان هنر استرادی، در من نمیدونم عموما در میدان هنر امروز رقابت برای عثمان چگونه است؟ اگر در هنر رقابت خوب است، رقابت نباشد پیشروی نیست. چخیلی که شاعر جانخان لطیفی میگه زندگی به سختی ها زیبنده نیست، به بلند و پستی ها زیبنده نیست، تلخ و شیرین رنگ بار زندگی به آب رنگ زیبنده نیست. در هنر رقابت باشه، نه که رقابتی سالم باشد. هنر آیسته آیسته راه و روش خود را باید یابی. از تقلید هیچ کس هیچ چیز نمیشود. محنت میکنی، مبلغ را از خود میکنی، همین قدر محنت میکنی، همین قدر اگر تمام نوازندهای دنیا را بیاری با مانند استاد دوران خال یا استاد سفر جمعخان سرود خانی یا استاد آدینه باشیم، اون کسا جای خودشون رو دارن. وقتی که سبک استادی خودت رو داری، این دیگرتر است. در نزد استادا قدر داری. به تقلید نمیشود. اول تقلید، بعد راه و روش خودت رو باید بیابی. برای که همون رویه در رفتن گیری هیچ چیز نمیشوی. لیکن رقابت هست، به رقابت نمیشود. یعنی میتوان گفت که عثمان حیدر دلش رو خالی کرد، یعنی رقابت دارد در روند میدان هنر و کوشش البته دارد که زورتر باشد. ستاره شدن آسان. هیچ اوزی معلوم است که ستاره شدن آسان، لیکن ستاره ماندن مشکل است. بدرجه مشکل است که ما با مانند استاد دینا باشیم، ظفر نوزیم، استاد سفر جمعخان، استاد مادر تاجیک یک کس است، گلچهره صادق، که فلک میخواند، سبک اسلوب خودش رو دارد. تا امروز نامشون رو میگیرن. انا هنرمندی که 20 سال 40 سال اقلا 15 سال اقلا 10 سال نامش رو میگیرن، بعد میشود گفته که ستاره استراد تاجیک یا ستاره هنر تاجیک است. بله. با یک سال، با 2 سال، با 3 سال این میدانداری کردن در مورد 2-3 سال نمون ستاره است که خام است. البته. خب تشکر. در انسامبل مرزبان فعالیت میکنید بگو بانم. خب بیاید یک کمک از کار انسامبل حرف زنید که چی تردد است، چی نمیدونم کار و پیکار مشغول هستید؟ البته در انسامبل خوشبختانه وقتی که برآمد میکنم دوی میگم که همین جوانانی که هنر دارن، نه که هنر، همین جوان، همین مرد از خدمت وطن باید تماما نگریزد. این همین شاگرد ما است، این کس عثمان در همنام من است، بهترین مطرب است. در انسامبل مرزبان کار و فعالیت دارد. جوانانی که هنر دارن بیاین به وطن خدمت کنن. این مردی است، زندگی مردانوار رو می آموزند. در انسامبل همون سربازانی که اونجا هستند، کدامش که هنر دارد، خو موزیک، خو مطرب است، خو سراینده است، خو راوی است، به انسامبل دعوت میکنیم، همراه آنها از ما میآموزند، ما باز از اینها میآموزیم. یعنی گفتنی هستید که با قسمی حربی شما از جمله خود من میتونم آماده خدمت کنم و شامل انسامبل شما شوم؟ البته 100% ما بسیار باز هنر دارن در انسامبل با تو چند پیش می روند. بله. تو چند
مو سایکل میدن هنر را. خب تشکر زیاد برای یک صحبت زیبا، تشکر شما برای سلامت باشید. ترانه های جالب و با انجام برنامه زمزمه مهر رسیدیم. خب زندگی دو راه دارد، یکی راه نیکی، دیگری راه خطایی ها. هر فردی که از این دو راه نیکی را اختیار میکند، انتخاب میکند، خیلی موفق است، دوست داشتنی است، همگان به نیکی یادش میکنند در زندگی. پس بیننده بسیار هم ارجمند، هم دیار گرامی قدر، ما تمنای آن را میکنیم کل اهل ایجاد تلویزیونی فرهنگی سفینه که همیشه خانه شما آباد باشد، تاجیکستان آفتابی ما آباد باشد، زندگی ما پر از برکت باشد، با همدیگر وفا و محبت داشته باشیم، زیرا اساس خوشبختی هممون در زندگی محبت است، وفاداری است، با یکدیگر کینه نگرفتن است، بخل را از قلب دور کردن است و دستگیری همدیگر بودن است. خب به همین تمنیات نیک به شما خیر خوش میکنیم و آرزوی آن را میکنیم که باز در نشرهای دیگر وا بخوریم و برنامه را با پیشنهاد یک ترانه دیگر حسن انجام بخشیم. حرفی آهی چقور زیغم است، حرفی ده درد دل و چشمی نم است. حرفی مصدر جان و علم است، حرفی می مرگ به سوی آدم است. منی آدم و آدم بودم، خبراری و الله ستم است. منی آدم و آدم بودم، غم براری و الله ستم است. هی مستی از کوچه ما میگذرد، مستی از کلبه ما میگذرد. هر دو در زندگی نوبت دارند، هر دو در زندگی نوبت دارند. غمی بیهوده ما میگذرد، غمی بیهوده ما میگذرد. شادی کی حکمی ازل است، گریه و شادی کی حکمی ازل است. از سری شاه گدا میگذرد، مرد را صبر و تحمل باید، مرد را صبر و تحمل باید. همه این جبر و جفا میگذرد، همه این جبر و جفا میگذرد. هر بلای بر سری
سری بنده رسد، هر بلای بر سری بنده رسد، بیکند یادی خدا میگذرد. ای جیان یادی خدا پیشه بیکن، ای جیان یادی خدا پیشه بیکن، همه این شور و بلا